سلام، به کانال دنیای انیمیشن خوش اومدین و امیدوارم که حالتون خوب باشه. داستان امروز ما در مورد یکی از محبوب ترین کمدین های ایرانه، حامد آهنگی، کسی که سالها خنده رو به خونه های مردم آورد. در ادامه همراه من باشید تا بخش از لحظات زندگی حامد رو با هم مرور کنیم. تو دل یکی از محله‌های کوچیک بندرانزلی در سال 1358 توی خانواده 5 نفره کودکی به دنیا اومد که بعدها خنده‌های زیادی به زندگی مردم هدیه داد. حامد آهنگی، پسر کوچیک خانواده ساده، از همون کودکی روحیه پر انرژی و شاد داشت. میگفتن حتی وقتی که گریه میکرد طوری ادا در می آورد که خانواده‌ها نمیتونستن جلوی خنده‌شون رو بگیرن. اون توی خونه کوچیک در نزدیکی دریا بزرگ شد، جایی که موجهای خروشان و صدای مرغای دریایی همیشه در گوشش نجوا میکرد. حامد از همون روزهای کودکی علاقه زیادی به جلب توجه دیگرون داشت. اگه جایی شلوغ میشد مطمئن بود که اون وسط جمعیت رو داره داستان خنده‌داری تعریف میکنه. سالهای مدرسه برای حامد بیشتر از اینکه به درس خوندن بگذره به اجرای نمایش‌های کوتاه و تقلید معلم‌ها و دوستاش گذشت. همه میگفتن این پسر یه روز بازیگر میشه، ولی کسی باور نمیکرد که روزی همین پسر ساده تبدیل به یکی از محبوب ترین کمدین‌های ایران بشه. اون در رده نونهالان به باشگاه فوتبال ملوان بندرانزلی رفت و در رده نوجوانان و جوانان نیز در پست مهاجم بازی کرد. اما از مقطعی به بعد این ورزش رو ادامه نداد. وقتی نوجوان بود اولین جرقه هنریش رو با تئاترهای محلی تجربه کرد. اون روی صحنه جادویی تئاتر می‌درخشید. با هر جمله‌ای که میگفت مردم میخندیدن. شاید همونجا بود که فهمید مسیر زندگیشو پیدا کرده. حامد شوهای زیادی رو در کیش برگزار کرد. توی همه‌شون بی‌نظیر بود و حسابی مردم رو میخندون و روز به روز اجراهاش و طرفداراش بیشتر میشد. بعدها حامد به تهران اومد، شهری پر از هیاهو و فرصت. اون با شرکت در برنامه‌های تلویزیونی و نمایش‌های استندآپ کمدی تونست قدم به قدم جای خودش رو در دل مردم باز کنه. چیزی که او رو از دیگران متمایز می‌کرد، صمیمیت و سادگیش بود. مردم اسم می‌کردن یکی از خودشونه، کسی که قصه زندگیشو با طنزی شیرین بیان می‌کنه. اون در برنامه‌هایی مثل خندوانه به اوج محبوبیت رسید و تونست استعدادش رو به نمایش بذاره. اجرای استندآپ‌های اون که پر از انرژی و حس خوب بود برای مردم ایران تبدیل به لحظاتی شاد و به یاد موندنی شد. حامد در برنامه‌های شب‌های مافیا و جوکر حاضر شد و روز به روز محبوب‌تر می‌شد. اون برنامه‌ای به اسم شب آهنگی رو ساخت و یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌ها بود که حسابی هم سرگرم کننده و خنده‌دار بود. تو این برنامه مهمونای زیادی از افراد موفق و معروف دعوت می‌کرد و باهاشون گفتگو می‌کرد و بازی می‌کردن. خیلی هم باهاشون شوخی می‌کرد که مردم از دیدن این برنامه کلی کیف می‌کردن. حامد صاحب پسری به نام آراد است. اون جدا از اینکه کمدین نمونه‌ای، پدر نمونه‌ای هم هست. اما حامد فقط یک کمدین نبود. اون مردی بود که عاشق خانواده‌اش بود و بارها در مصاحبه‌هایش از ارزش خانواده و ارتباط با مردم صحبت می‌کرد. اون نشون داد که شادی میتونه مصری باشه و با خندوندن دیگران خودش هم خوشحال‌تر میشه. زندگی حامد آهنگی یادآور اینه که حتی در روزهای سخت هم میشه خندید و شادی رو به دیگران هدیه داد. شاید راز موفقیت اون همین باشه. زندگی رو ساده بگیر، بخند و بذار دیگران هم بخندن. این بود داستان زندگی حامد آهنگی، کمدین ایرانی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. کانال ما رو سابسکرایب کنید تا داستان‌های بعدی ما رو از دست ندین و همچنین لایک و کامنت یادتون نره. تا داستان‌های بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.